안녕하세요. چطوری بچه‌ها؟ امیدوارم کارتون خوب باشه. اومدم با دومین ولاگ چنل. دلبر و دل تویی دلبر کدامم؟ یعنی واقعا ولاگ گرفتن واقعا سخته. حالا من تازه ولاگام اونقدر حالا شاید به پای یوتیوبرهای دیگه نرسه. یعنی خب تجهیزاتی ندارم، گوشی مدل بالایی ندارم. اگه صدا بچه‌ها بده کیفیتش واقعا ازتون معذرت میخوام، چون میکروفون ندارم فعلا، تجهیزات اونقدر خوبی ندارم، ولی در تلاشم که بهترین کیفیت رو براتون ارائه بدم. امروز دارم میرم به پیشیا غذا بدیم. من قشنگ سر ظهر دارم میام، یعنی هیچ خری ساعت 11-12 ظهر نمیاد همچین غلطی کنه که من دارم میام این غلط رو انجام بدم. و همه مامانم اینا گفتن بابا عصر برو دیگه، الان وقتش نیست. گفتم نه، من دیگه الان دیگه باید ولاگو بگیرم، نور خوب باشه، آفتاب هست، یعنی حواسم باید به هر جهتی باشه، به هر جهتی باشه. قضیه غذا دادن به گربه از چه قراره؟ چند روز خونه خالم اینا بودم، نمیدونم حالا برای این استا میدونم قضیه رو. من خالم به گربه ها خیلی غذا میده، یعنی 20 ساله که کارش همینه، هم بیرون میره غذا میده، هم گربه تو خونه داره. من گفتم خاله اگه میشه یه ذره دونه به من بده شما، من وقتی خودم میرم خونمون میرم بیرون مثلا غذا بدم و اینا. دیگه امروز داریم همون کارو میکنیم. این عرقی هم که بچه‌ها میبینین من خودم رو با ضد آفتاب غرق کردم امروز، خیلی مثل اینکه آفتاب گذاشت خیته. 2000 years later. بچه‌ها من رسیدم. البته این پارک اولیه، من تازه باید عقبا هم برم. بذارم اینجا خوبه، اینجا خوبه. بیا نکشم، بیا تو برای بری سمت اونجا برای تونه ریختن ها، ولی خب بیا یه خود میخوری. ای خدا الان بیا چون الان برای تو هم میریزم. برای چی وا کنم اینو الان؟ بیشتر دارن بچه شیر میخورن، ببینید دونه ها. من برم دوباره سراغ یکی چند تا بچه های دیگه. تازه بچه پارک پایینی هم باید برم اونجا. شما معرفی میکنم، بنده خدا از جنگ برگشته، اینقدر گشنه است ول نمیکرد منو. الان رسیدم به اون پارک دومیه که گفتم خیلی بزرگتره، اینجا گشنه زیادتره. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you اینو are. اینجا نگاه، اون بچه رو الان برات میریزم. کلاغه اگه بذارم It's been way too long. الان برات دونه میریزم. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. We talk on the phone. آقا اینجا خیلی وحشیه، نگاه کن تو رو خود دونه ریختم براش بخوره. نگاه تو رو جون من، نگاه تو رو خدا. تو رو خدا کلاغا دارن دونه رو میخورن. ای خدا من چه گیری کردم، این کلاغا چه، وای خدا چی وای اون بنده خدا رو اون گوشه به پشمای اینا ریخته هستن از حرکات اونا. ای وای شیر رو ریخ. عجب آدمی، دوباره شروع کردم.
دادیم بهشون؟ بله. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. یه خانمی بقیه اینا رو برده بود، نمیدونم چی شدن. کدوم خانم؟ گفت کلینیک بردمش. همون که چششون رنگی بودن. آره اونجا کوچولو. کلاغا خیلی اذیت میکنن اصلا. آره اینجا خالی اینجوریه، می‌کنن، اینجا سر اینجوریه اصلا عجیب. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خدا. بینم براتون میذارم بخوریم. دلم براتون سوخت حالا. بیا بخور. کلاغ خر. بیا شما بخورین. دلتون میخواد. اوه چی گوشنن. این چه اوضاعی خیلی نگاه تو قرآن. اینو نگاه. دنبال چی میگردی تو؟ بیا نمیذارم اینو برداری. به قرآن اگه بذارم بچه ننم نیستم بذارم. بغل من نشسته بچم. کلاغا هم دارن دهنم بینی واقعا عصبی دارم میشم. اونو نگاه کچله. جدید اومده ساعت خواب. واقعا ساعت خواب. جدید اومدی شما. این مشکلش چیه ولی انگار میخواد بالا بیاره. دلم براش خیلی میسوزه. خیلی هم مهربونه. ای خدا بمیرم برات. من دیگه برم اون برم غذا بدم. فعلا خدافظ. کلاغه داره میاد دنبالم. چه خریه. ای وای سلام چطوری؟ اینو نگاه قیافه رو ببینین چقدر خوشگله آخه. داره شیر میخوره. بودی چه عرقی کردم. خیلی هوا گرمه. یعنی قیافه من چه این شکلیه. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on me. خدا حالا دورت بگردم. داره گریم میگیره. I think it's hard how we always wait خدا. another day. خدا اومد رو How we پا. watch the kids walk away. داشتم میرفتم یه جوری نگاه کرد اصلا دیوونه شدم. الانم نگاه کنی اشکامو نگاه کنی گریم گرفته. مامان بزرگم زنگ زدم که زودتر بیا خونه. نمیذاره دلم هم نمیاد. دارم دیوونه میشم. دارم دیوونه میشم از Can you be here and I'm good alone? I'll be okay with you like an old friend. گریه. Too scared now, thinking I should call up on me. خدای قربون خدا بشم. دید نمیتونم پاشم. دلم نمیاد. مثلا حالم هم خوب نیست. مامانم هم مثلا میگه که بیا خونه. مگس جمع کرد دورم. یعنی کلا رفت. تا من دیگه دارم میرم خونه و کل راه سربالاییه و برگشتن واقعا مصیبته واقعا. ولی به احتمال زیاد هر روز میام تا وقتی که اون دونه‌هایی که خالم بهم داده تموم شه. خیلی حس خوبی بود. اون پارتی اولیه که اول دفعه رفتم خیلی وایب بدی گرفتم. نمیدونم چرا. بچه من برای کارهای چنل فقط خودمم. ادیت ویدیوها با خودم. تمام کارهای چنل با خودم. نه تنها چنل بلکه این 2 سالی هم که من فعالیت تو فضای مجازی شروع کردم همه کارا با خودم بود. نه ادمین داشتم نه هیچی. ممنونتون میشم اگه از ویدیو خوشتون اومد یا نظری داشتین درباره کیفیت ویدیو، صدای ویدیو یا هر چیز دیگه ای برام کامنت کنین و اگر خوشتون اومد از ویدیو و حس خوبی گرفتین یه دکمه لایک رو بزنین. همین. و حالا اگر از ویدیو خوشتون نیومد حداقل برای بقیه دوستاتونم شیرش کنین. و اگرم به همچین محتواهایی علاقه دارین، البته من چنلم باید بیشتر البته با کره جنوبی باشه، ولی خب چون خودم بلاگرم هم از روزمرگیام بالاخره میذارم، هم از علاقه هام و موضوع اصلی کلا فعالیتم که مربوط به
کیپاپ، که دراما و زبان کره‌ای و حالا کره جنوبیه. ولی فعلا تصمیم گرفتم ولاگ بذارم تو چنلم. به غیر از ولاگ حالا شاید آموزشی هم بعداً خدا خواست گذاشتم. در کل اگه از اینجور محتوا خوشتون میاد یادتون نره سابسکرایب کنید. ببخشید اگه ویدیو صدا بد بود، کیفیت بد بود، ادیتش حالا یکم مشکل داشت. کلا نظراتتون رو میخونم. حتما بگید که حالا اگه تونستم کیفیت و حالا شرایط رو بهتر کنم برای ویدیو گذاشتن و ویدیو گرفتن. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. خیلی دوستتون دارم. تا ولاگ بعدی. انیون.